بار اولت است که زندانی شدی؟ چرا زندانیت ساختن؟ تمامش یک غلط فهمی هست. شوهر مرا فریب میداد، امام تعقیبش کردم. درست همون لحظه خانه او زن آتش گرفت. باز اونا گناه را سر من. البته شما اولاد دارین؟ نه خیر. او خانم دیگه چطور؟ تازه طفلش پیدا شد. میبخشی اما کار تو دیگه خلاص شد. خانه را خوبان اگه خدا ماتش بزنی فایده نداره. حالا دیگه طفل داره، هیچ وقت پیشتون نمیایم. عامر صاحب، او دختر که تحت نظارت است با موبایلش زنگ میه. دکتر نوشته است شاید مهم باشه. حالا دیگه چرا قدیر کردی؟ یک تخم پخته میکنی دیگه را خبر نکردی. توبه ها، بیار زود شو. بگی زار کو. ای چی است؟ ها؟ من فکر کردم تخم مرغ پخته داری. ای چی است ها؟ نه وقت شب از زیاد نخو مریض میشی. توبه با تو چی که مریض میشم یا نمیشم؟ کم از گشنگی بمرم. باز آمده گپ ناقام میزنه. کلش از دستی بچه است. کل شب دوزه پلیس تیر کردیم. این حالت ما رو ببین. طرف ما ببینین. خوب شد که سر وقت رسیدم. اگر نه او زن دیوانه کلتانم میسوختان. خدا نگاه ما کرد. خب خانم لیف، دختر جنوارم زندانی ساختی. حالا دیگه پیش دینیز خواد رفتی. او به من مربوط نمیشه. اما ما یک قسم فکر نمیکنم خانم لیف. او احمق بیخی دیوانه شده. هر کس در مقابلش بیایه او رو لطوکوب میکنه. هر قدر که میخواه پشتش بگیره. اگه من برش اجازه نتم باز چی کدم میتونه؟ توبه هر قدر که میخواه پشتش بگیره. اگه من برش اجازه نتم از تو خونه میپرسه. او پدری طفل است. اگه ایره بگیره از پیشت ببره باز تو چی میکنی؟ ها چی میکنی؟ بگو چی میکنی؟ بچیم دیوانه شدی؟ سنمه چرا زندانی کردی دینیز؟ برو یک کاری بکو به ایلیف و شکایت خدا پس بگیره. اگه سنم زندانی شوه قدرت کارای زندگی رو برای ما تلخ میسازه. او دختر کوشش کرد بچه از بین ببره. چرا نمیفهمین؟ آل خود زنده است. هموتنه زنده است. تو هم پشت دینیز رها کو دیگه. ها؟ ای کار کده میتونی؟ اگه تو ای کار کده نمیتونی بازیره از دینیزم نخوای. ایاله یک طفل داره و او طفلم نواسه ما است. نواسه تو هم است سنجر. پس سنم کی است؟ او هم عروس ماست. از او هیچ طفل نداره، فقط یک امضا است. او هم طلاق خود گرفتن. شنایی یکی از دینیز طرفداری میکنی بسیار اشتباهی بزرگ است. ما قدرت کارای از هر دویتان کده بهتر میشناسم. هر دویتان خواد دیدین. جزایی کارتان بسیار سنگین خواد بود. بسیار سنگین. تو گپای پدرت جدی نگی. و ها قدرت کارای اول برای دختر خود نجات بده. میبینیم که ای بار چه قسم خدا نجات میتن. هر قسمی که باشه چیزی تغییر نمیکنه. ایلیف دیگه مرا دوست نداره. دوست داره. اگه ای قسم نمی بود طفلتا به دنیا نمی آورد. هیچ طرفم نمیبینه. یک نصیحت مادرت میشنوی؟ تو پشت ایلیف نگرد. به خاطر بچت مجادله کن. ای گپه هیچ وقت فراموش نکن. هر جایی که طفل باشه مادرم همیشه همونجا می باشه. کی است؟ جواب بده. دکتر سنم است. شاید کدام گپ مهم باشه. چی مهم بوده میتونه؟ باز شاید به خاطر کدام ملاقات ما رو اونجا میخواه. حالا دیگه وقت ندارم.
آقا چند لحظه پیش همراه عامر گپ زدم. وضعیت بسیار جدی است. او را همراه یک بشکه تیل دستگیر کردم. خوب است. پس برو یک بشکه تیل بگو و بیا. بله؟ یک بشکه تیل بگو و در پشت موتر بان، باز از اونجا برو. کار تو هم خلاص شد. فهمیدی؟ کسی او را دیده؟ منظورتان؟ کسی سنم دیده که در دستش بشکه تیل باشه و خانه اونا را آتش زده باشه؟ یک شاهد داریم. او را در حالت فرار دیده. در محترم هم بشکه تیل از برو بیبی. تحقیقات لازم جریان داره. اگه گناه نداشته باشه ضرورت به تشویش نیست. ما تشویش ندارم. تو باید تشویش کنی احمق. حالا بخیز. چی شده؟ پدرت به ملاقاتت آمده. پدرم آمده؟ بله پدرت. شوهرت تو را ترک کرد و به خانه معشوقه خود رفت. تو هم به خاطر گپ زدن با شوهرت به او خانه رفتی. میفهمیدم اون لحظه بعضی اشخاص خانه اونا را آتش میزنن، بدنم فرار میکنن. ما نجات پیدا میکنیم اما تو نیست. از اینجا نجات پیدا میکنی اما از من
تو اینجا چی میکنی؟ بچه ما پس برم بده. توم دخترم برم بده. بس از دیگه مرا زیاد اذیت کردین. اگه همیالا از اینجا نری با پلیس زنگ میزنم. با پلیس چی میگی ها؟ براشان میگی که مامایم با دیدن بچه ایم آمدن؟ تا را دزگیر میکنن. او دکتر حقیقت خواد گفت. بعدش کارایی که با مادرم کردی همگی میفهمن. ای بار نجات پیدا کردن نمیتونم. دکتر گفتی؟ یعنی او نمردم؟ شاید من اشتباه شنیده باشم. با هر حال تو فردا با مرکز پلیس برو باز خبر خواد شدی. گوش کن، شکایت تا پس بگی. امرای مادرتان به آرامی زندگی خواد کردی. نه کسی در زندگیت مداخله خواد کرد و نه کسی آزارت میته. درست است؟ دخترت ما را با آتش میزد. بیبی چند لحظه پیش وضو گرفتی. خوب نیست که دروغ بگی دختر. در این کشور بسیاری مردم شما را دوست ندارن. خدا میفهمه که کی کار کرده و ها بدون ای که دیده باشی میگی او را دیدیم این کار جایز نیست. تو با استغفر الله خداوند سرت قهر خواد شد. شکایت تا پس بگی، نه خدا دا جنجال بنداز و نه مرا چادر پوش. خدایا حالا من چی کنم؟ چه قسم از اینا نجات پیدا کنم؟ بیبی دیگه صبر کردن نمیتونم. اگه گپ بزنی خوب میشه. ما چیز رو نمیفهمم. تو ناحق و گزارش مرگ رناکارای ساخته بودی ها؟ همراه قاچاقبران از کدام معامله کردی؟ گپ بزن احمق! قدرت کارای با اونا چی رابطه داره بگو؟ درست است گپ میزنم. چی گپ شده؟ گپ نزدیم. قسم میخورم گپ نزدیم.
بسیار زیاد میبخشین. آمر اردام اینجاست. حال خواهد آمدن خانم، برین در اتاقشان منتظر باشین. درست است. تمام پست‌ها خبر باشین. در منطقه کاداکو یک حادثه ترافیکی رخ داده. هر کس نزدیک است به محل واقع خود برسانه. 3443 مرکز. 3443 مرکز. مشنوم آمر صاحب، مشنوم. سر ما حمله شده. او شخصی که تحت نظارت بود کشته شده. با کمک عاجل ضرورت داریم. هرچه عاجل. درست است آمر صاحب. همیال پلیس ها را روان میکنم. هیچ کس نباید بفهمه که پشت این کار دست ماست. میخوایم کل چیز کاملا واضح باشه. معلومات به جاهای لازم انتقال بده. خوب آقا، معلومات درباره کی بتیم؟ اما آقایی چطور امکان داره؟ او داماد شما. درست است. تو گپ نزن. این معلومات به جای لازمش ببر، فهمیدی؟ با چشم جنرال صاحب. تشکر. نوش جانت. تشکر دخترم. نوش جانتان. دینیز بیا بچیم، صبحانه آماده است. ما چیزی نمیخورم، گشنه نیستم. قسم خانه همیشه نباید بدون صبحانه بری. در این وقت صبح کی است؟ بچیم. آقا دینیز ایره براتان از قرارگاه روان کردن. چی است؟ بچه می چی است؟ مرا دیوانه نساز، بگو که چی است؟ بگیرین خودتان بخوانین. ما براتون گفته بودم. مرا دیوانه نسازین، با مام بگوین که چی گپ است. بگی خودت بگی. بازم از دنیز طرفداری کو. گفتم که در مقابل قدرتکاره استادگی نکو. دختر او را زندانی ساختی. تو را در شرق کشور روان کرده. مبارکت باشه. برات گفته بودم. بسیار میبخشین. بفرمایین خانم. ما دیروز یک شکایت درج کرده بودم. میخوایم شکایت خدا پس بگیرم. و منطقه شما قماندان جدید تعیین شده. ما میخوایم هر چیزی تر خبر خوش او را بشنوین. با زودی برای معلومات روان میکنن. درست است، مشکل نیست. ما در اینجا قماندانای زیاده دیدیم. هر کسی که بیایه جزای خود دیده میره. درست است، معلومات برات روان میکنم. ای بچه حیف شد. سنجر یک کار بکو. برو امرای او جنرال قدرت گپ بزن. چی بگویم؟ چی کنم؟ برای چی بگویم؟ جنرال صاحب، بچه من یک اشتباه بزرگ انجام داده، او را ببخشین. این قسم برش بگویم؟ برای چی بگویم؟ ضرورت نیست کسی چیزی بگویم. هر جایی که میخواین اونجا میرم. کافی است که از سنم دور باشم. بچه‌م تو دیوانه شدی؟ ای جایی که تو را مقرر کردن تمامش کوهای پر از توریست است. سنجر بچه ما اونجا از بین خواهد رفت. قدرت کارای ناخواسته همراه ما یک خوبی کرده. ما بدون الیف و بچه‌ام بیازو از یک جسد بدتر هستم. همراه اونا در یک شهر زندگی نمیتونم. دینیز کجا میری؟ Hazırlanmaya. Akşam yola çıkacağım.
با خانم سنم تماس گرفته تانسته؟ چندین بار برش زنگ زدم اما تلفنش خاموش است. با شوهرشم زنگ میزنم جواب نمیده. ما باید واسط طفل ببینم یک بار دیگه برش زنگ بزنیم. همین زنگ میزنم. ایام ساعتتان و ایام موبایلتان. حالا عجله کو زود شو. حالا ای دیگه چرا خاموش است؟ ای تلفن حالا بان. حالا ما میخوایم امروز گپ بزنم. زود شو. ای کجا میره؟ چطور آزاد شد؟ شکایت پس گرفته شد به او خاطر آمر صاحب. آمر صاحب مدیر صاحب شماره خواسته. درست است. راننده کجاست؟ ما برات گفته بودم که یک جا به قدم زدن میریم. حالا زود شده موتر سوار شو. زود شو. آزادی چادر پوشیدن بخواهیم. 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 دوستای هیچ وقت شما نترسین. در این راهی که ما به خاطر به دست آوردن حق خود بیرون شدیم هیچ کسی نمیتونه مانع ما شود. حرکت کنه. این حرکت شما غیر قانونی است. همیالا پس برین اگر ما مداخله خود کردیم. ما از دولت که سرش هیچ باور نداریم ازش اجازه نمیگیریم. ما فقط از خداوند اجازه میگیریم. اگه شما مداخله هم کنین مانع ما شده نمیتونین. با استفاده از حق دموکراسی خود میخوایم صدای خود به دولت مرکزی انقره برسانیم. تو اول این چادر سرت پس که باز گپ بزن. با چادر دخترم هیچ کس از خود دراز کردن نمیتونه. اعلام کنه. گفتم اعلام کنه. آزادی چادر پوشیدن بخواهیم. آزادی چادر پوشیدن بخواهیم. آزادی چادر پوشیدن بخواهیم. آزادی چادر پوشیدن بخواهیم. اینا ما بخواهیم دیوان خود زندانی بسازه. اینا اعتقادات ما را زندانی میسازن. این روز هیچ کدامتون فراموش نکنین دوستا. امروز ما به زندان میرم اما هیچ کسی نمیتونه در این راه مقدس مانع ما شود. اعلام کنه. اعلام کنه. هیچ کسی ما را از جور دیواری زندان درسانده نمیتونه. ما قبلا شهادت قبول کردیم که به این رو برآمدیم. ما خدمتگاری وطن هستیم. خدمتگاری وطن هستیم. اسلحه تا سر میزبان. آمر صاحب ببینین من مجبور بودم که او را پنهان کنم. پنهانش کردی آخر چی شد؟ او نظارت تو سبب مرگ او آدم شد. گپ میزد. او خودش قبول کرد که در این کار قدرتکارای دست داره. کدام ثبوت داری؟ یا کدام چیز دیگه؟ کدام شاهد؟ یا کدام نوشته؟ چیز به دست داری؟ اسلحه تا بانو از اینجا بیرون شو. وقتی که تحقیقات خلاص شد رخصت هستی. بله ما ایلیف هستم. میخوایم درباره مادرم بپرسم.
تمام میخواستم حالا با آقا نجاتی زنگ بزنم. کدام گپه شده؟ هیچ چیز نمیخوره نمینوشه، فقط تفلم میگه. تمام لوازم خانه را شکستانده. شما با کسی زنگ نزنین. اما آقا نجاتی گفته که نه خیر، شما زنگ نزنین. من حال زود میایم. خودم همراه مادرم گپ میزنم. آرام باشین خانم رانی. لطفا آرام باشین. به من دست نزن. پس شو به من دست نزن. طفلم. بچه ها جمع شوین. به زودی یک عملیات پیش رو داریم. از استانبول خبر رسید یک قماندان جدید میآید. بالاخره یک نفر پیدا شد. چند ماه اینجا بیکار مانده بودیم، ولی باید یک کم حرکت انجام بدیم. همونطور نیست؟ حالا برو گپ نزن زیاد. از سنم کدام خبر داری؟ هنوزم تحت نظارت است. با ما چی کودک کجا است؟ بچیم، به خاطر او دختر خودت تبا میسازی. یک چند روز دیگه منتظر میموندی. پدرت یک راه حل پیدا میکرد. ما ضرورت ندارم از کسی چیزی بخوایم. من میفهمم که چی میکنم. تقدیر هرچی که باشه همو میشه. مجبور نیستی. استعفا بده. بله، استعفا بده. و ها او وقت بین تو ایلیف هیچ کدام مانعی باقی نمیمانه. با هم از اینجا بسیار دور خط رفتین. ایلیف خمرای من نمیایه. بچیم، هیچ مادر نمیخواه که طفلش بدون پدر بزرگ شود. باز دکتر سنم زنگ زده. مادر بگی جواب بده، برش بگو که دیگه زنگ نزنه برم. ما دیگه نمیخوایم تداوی کنیم. بله روز خوش. من میخواستم امرای آقا دنیز گپ بزنم. بفرمایین، من مادرش هستم. دستر من میخواستم امرای خانم سنم تماس بگیرم. در این روزا سنم وقت نداره. موضوع چی است؟ درباره این موضوع فقط به خود اونا و شوهرشان معلومات دادم میتونم. با اونا بگن که ساعت 1 بعد از ظهر به شفاخانه نوبهار تشریف بیارن. البته برش میگم. یکمی جنجال کم بود. برش غذا آوردم اما اورم دور انداخت. درست است، من همراهش گپ میزنم. شما برام یک روی پاک آورده میتونین؟ مادر مادر جان بیاین که روی تنه پاک کنم. پدر ای رای خانی ما نیست. ما به کجا میریم؟ ما خواستم که امرای دختر یک دانه خود کم تفریب بریم. زیاد وقت از زندان بودیم. شاید دقا ورده باشی اما تو نیست؟ هیچی هست؟ آتش زدن دوست داریم. بگی با درد ما میخوره. بگی
پدر پدر چی میکنی؟ پدر چی میکنی؟ پدر 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 وعده میکنم دیگه تو کاری نمیکنم. پدر قسم میخورم وعده میکنم. پدر لطفاً پدر وعده میکنم. از تو بسیار نفرت دارم. پدر من خود در نگرفتم. پدر من در نگرفتم. بار دیگه بجای یاب تیل سرت پاش میتم. پدر امنای من چرا تو کدی؟ چرا؟ تو چرا وقت ملاقات درست داره نمی کنی؟ گناهی من نیست خانم دکتر. با خودش تماس گرفتن نتونستم. باز من به خوشیش خبر دادم. او گفت من برش میگم. او نوزد منتظر نتیجه آزمایش بودن. حتما کدام گپ شده. لطفا زنگ بزنن. بله از شفاخانه نوبهار زنگ زدم. میخواستم همراه خانم سنم گپ بزنم. سنم فعلا بسیار مصروف است. وقت نداره که همراه کسی گپ بزنه. اما بسیار یک موضوع مهم است. ایره بگه موهای تا خوش کو. سوچ بورت موتر باز کو. باز کو. زود شو. او قلم کاغذ بگیر. او را امضا میکنی. از دینیز طلاق میگیری. فردا ایره به وام میتم. پدر من از دینیز طلاق نمیگیرم. هر کاری که کردیم به خاطر دوست داشتنم کردیم. سنم گفتم امضا کو. دینیز در یک جای خطرناک مقرر شده. به شرق میره. چی؟ شاید هیچ وقت پس نیایم. زود شو امضا کو. در این کشور یک فصل جدید آغاز میشه سنم. ما هم یک نقش مهم ایفا میکنم. و هم بسیار زیاد مهمه. اما تو با یقل کمت ای گپا را نمیفهمی. ما بسیار چیزا را از دست دادیم. بسیار چیزا را. از او خاطر سر تو هم رحم نمیکنم. هر کاری که گفتم انجام بده. تمام چیزا خلاص شد خلاص. اما قدر بود. وقتم از آینک امضا کن. جنرال صاحب چی شده بگو؟ اگر وقت داشته باشین میخوایم همراهتان درباره دینیز گپ بزنم. مشکل چی است؟ امروز صبح در یک وظیفه جدید تبدیل شد. اگر راستش بخواین نمیفهمم مردو چرا قسم یک تصمیم گرفته جنرال صاحب. وظیفه در جای باشه مقدس است. اما در پشت ای کار ما باور دارم کدام شخص دست داره. گپ مهمتری است که ما به تشویش زندگی بچه خود هستم. نامش دنیز آیدین است.
پیش از این در جاهای سختی وظیفه انجام نداده، هم در مکتب حربی و تمرینات بسیار لایق است. بسیار یک نشانزن خوبم است، مغز خوب و عملیاتی داره. اصلا او را دست کم نگیرین. یک بار لذتی اسلحه مرا ببینه باز مطمئن هستم که نجات پیدا نمیکنه. به خاطر رسیدن به جهنم او اول باید از پل صراط مطیر شود. هیچ چیزی شبیه جهنم منطقه ما شده نمیتونه. ایره باید همگی بفهمن. حالا دیگه حالا در این کار چانس ندارین و حق تلاش نکن. اردام دینیز از اینجا برو. بیازو میرم. در منطقه شرقی تبدیل شدیم. حقت حلال کو بیادر. آمدیم که ازت معذرت بخوایم. سنم آزاد شده، تو کجا میری؟ این کار چطور شد؟ تمامش از دست ما شد. او شاهد کشته شد، علیه ما دوسیه باز کردن. او دختر سر کی اعتماد کنه و به کی شکایت کنه؟ ایلی فتنا نمون. او هیچ طرفم نمیبینه. اردم تو چی میگی؟ هر قسمی که قانع میسازیش بساز. اگه تو نباشی ایلی فراحت نمیمانم. خدا کنه لیف زود بیایه. این طفل بیچاره بسیار گشنه شده. ای وقت صبح دختر کجا رفته باشه ها؟ گفت یک کار عاجل دارم و زود رفت. داخل بیایی. بیاین مادر جان. صبر کنین. الیف دخترا ببینین کی را آوردیم. توبه خدایا دخترم پشتی خو او آدم احمق میگرده. حالا وقتی گپا نیست. حالا بیاین بشینین مادر جان. ببینین اینا یام طفلتان. الیف این طفل معصوم زیاد گشنه شده. یک دانه بچه قندم. بیا 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 بچه مقبولم. الیف قدرت کارایی مادرت نمیپاله؟ حالا دیگه نمیپاله. چرا دیگه پشتی را بگیره؟ ای پروفیسور در کلان وضعیت افتیده. والا ایره که میبینم 100 بار شکر میکشم که درس نخواندیم. من شکایت خدا پس گرفتم. سنم آزاد شد. چی؟ الیف تو چی کردی؟ گوش کنین. او دختر که حال بیرون است باز حتما به گرفتن جان ما میآید. این قسم نمیشه. من امشب بیرون میخوابم. من مجبور بودم. قدر قدرت ندارم که همراه او آدم مجادله کنم. او خود را تهدید نکرده الیف؟ حتما این را ترسانده. شاید هموته باشه سهیلا. او دکتر امروز صبح کشته شد و هم در پیش چشمای اردام. بعد از این من یک طفل دارم. مادر دارم. خطر قبول نمیتونم. پایین شو!
حرکت کن. پدر ما در این خانه چی کار داریم چون اینجا آمدیم؟ تا وقت کارای طلاق خلاص میشه باید اینجا باشی، میفهمی؟ پدر در اینجا چی کنم؟ در اینجا دلم خواهد کفید لطفاً. دلت میکفه؟ دلت؟ خوش آمدین جنرال صاحب. سنم یک چند روز اینجا میباشه. اگر به چیز نیاز داشتی از این آقا خواستم میتونی، فهمیدین؟ پدر برو شیشک. پدر من اینجا خواهد مردم. پدر حداقل تلفن بخوا بده. اوف پدر اوف. ای طرف بی طرف ما بی ای چند دانه است؟ چی رسایل داری؟ خب برم بگو ای چند دانه است؟ خب اینم نمیفهمی؟ تو چه قسم پروفیسور شده بودی؟ کی به تو درس داده بود؟ خاک در سرش. پروفیسور برم بگو ای چند دانه است؟ پدر لطفاً این خانم راحت بانین. بیاین مادر جان. اهلا بیاین مادر قندم. باش تو همه قسم پیش مادر جانت باش. من میرم دیگه به قهوه خانه میرم. با تو چی فرق میکنه؟ هیچ کسی در قصه ما نیست. از دست خودش دیوانه شده بودم بابوی خودم آورده. بگیرین مادر جان. ها یک تو کم بودی. بیا که جای تو خالی بود. الیف ده خانه است. بیا خانه است بیا برو. رانا؟ شما اینجا چی کار دارین؟ رانا جان من هستم شنایی. درست است. تو خوب هستی؟ کمه مریض است. درست کسی را بیاد نداره. اینجا همراه تو می باشه؟ بله پیش دختر خود می باشه. خب بگوین شما چرا آمدین؟ نواسه خدا دیده میتونم. با کدام حق مرا زندانی میسازین ها؟ مرا زندانی کردن نمیتونن. مرا آزاد بسازن. جنرال صاحب برات بسیار زیاد تبریک میگم. تبریک باشه. آقا تشویش نکو، در بین دوستای خود هستیم. حالا کم راحت شو. حالا بسیار زیاد تشکر. تا حد توان کوشش کردم در نقش خود موفق باشم. حال ای کارای تو باید یک جزا داشته باشه، اما قسم نیست. در سر سرک یک پلیس بیچاره را لط کردیم. البته ای کار یک جزا خود داره. وها به خاطر ای کارا محکمان بر علیه تو یک دوسیه تیار خود کرد. یعنی باید بگویم در یک جنجال کلان بند ماندی. جزای مرچی که باشه راضی هستم. خوب است. با خاطر رسیدن به او هدف بزرگ خود یک کمه عذاب از زندان خود دیدی. پشتی چیزان نگرد، فهمیدین؟ هر قدر که تو را بیچاره و بیکس نشان بتیم، مردمم تو را بیشتر دوست خود داشتن. به نظر ما می قسم خوبتر است آقا. مردم همیشه از مظلوم حمایت میکنن. البته اما یک چند لحظه بعد تو را آزاد میکنیم. وقتی که تو آزاد شوی اشخاصی که از تو حمایت میکنن زیاد خوشخواد شدن. اما با وجود اقدر کارا اگر تو آزاد شوی افراد ام نظر ما از تو بسیار زیاد نفرت پیدا خواهد کردن. با خاطر تو یک متن آماده کردیم. بگی ایره درست بخوان. هر قسمی که شما لازم میبینین آقا. ما یک بار پیش ابراهیم میرم، میبینم که چی میگه و چی نمیگه. ها؟
تو چقدر شیرین هستی. تو طرف کی رفتی شیرینکم؟ به نظرم طرف مادر کلانش رفته. یک دانیم نواسی شیرینم. ماشالله یک دانیم. ماشالله دینیزی کوچک ما. دینیزی کوچک ما. دینیز میره. تو خبر داری؟ نه خیر. کجا میره؟ در منطقه شرقی تبدیل شده. خداوند کامیاب و موفق داشته باشیش. تو برش نمیگی که نروی لیف؟ ای گپه شما برم میگین. درست است. در او وقت ما تو را نمیخواستیم، اما حال دیگه یک طفل داره. دینیزه قصدن اونجا روان میکنه نیلیف. اوی قسم جزای روسی کدن با تو را خواد پرداخت. شاید سزایش مرگ باشه. تو میخوایی بچهت بدون پدر بزرگ شوه؟ اگه تو برش بگویی که نرو، باز دینیز از همه چیز منصرف میشه. خواهش میکنم، عذر میکنم، من حیث یک مادر خواهش میکنم، مانع بچه‌م شو. اجازه نده که بچه‌م اونجا بره لیف. مانع رفتنشو خواهش میکنم. اگه مثل سابق می بود به خاطر دینیز جان خود فدا میکردم. اما حالا به شوهر کس دیگه من چطور ای گپا بگویم؟ شما بازم بیاین هر وقت خواسته باشه نواسیتانه دیدم میتونین، اما از من ای قسم یک چیزه نخواهید. اونجا کسی نیست؟ با لیاز خدا یکم آب برم بتن وضو بگیرم. چی گپ است؟ چی شده؟ بچیم با لیاز خدا کم آب برم بتن که وضو بگیرم، نماز میخوانم. تو چرا هیچ گپ نمیفهمی؟ روزانه از یک گلاس آب بیشتر بر دادن نمیتونم. از مقامات بالا امر شده به خاطر آب دادن. با تو میخوای ما وظیفه خود از دست همه قدر آب بتن که بتانم وضو بگیرم و نماز بخوانم. بچیم بیادر در اینجا نماز نخوان چی میشه دیگه؟ با جایی که درباره نماز فکر کنی در فکر آینده‌ات باش. رسول الله صلی الله علیه و سلم این قسم فرموده بودن فرق میان مسلمان و کافر نماز است. خداوند هیچ کس از جمله کافرین محسوب نکنه. خلاص برد بگویم بر تاب دادن نمیتونم. چوب و آرام دیگه در جای خود بیشی بیادر. Bu günlerde geçecek, bu zulümde bitecek, güzel günler gelecek, gözlerini
al yerden. تلفن اینجا چرا کار نمیده؟ اینجا همه قسم از خانم، بعضی اوقات کار میکنه بعضی اوقات نه. تو موبایل نداری جانم؟ نه خیر، ما از کجا کنم؟ حالا آقا باز میخوایم کمرای شوهر خود گپ بزنم. دنیز از این کار منصرف شو، استعفا بده. من میرم مادر. سنجر یک چیز خوب بگویی بچه میره. چی بگویم شنایی؟ ای بچه همه چیز خودش میفهمه. خداحافظ مادر. بچه گریه نکن مادر. بچه برات گفتم رخصتی بگی. اگه 2 روز دیگه رخصتی میگرفتی چی میشد؟ جنرال صبری خبر داره، خودش این موضوع را تعقیب میکنه. شاید او این کار حل کنه. بچه ترسو نیست پدر، میتونی با این گپ افتخار کنی. متوجه خود باشه. دنیز بچه شنایی بان که بره. بیا. سنجر او تصمیم خود گرفته. گریه نکن. شام بخیر قماندان صاحب. جنرال قدرت ازم خواست که ایره به شما بتم. بسیار تشکر. خدای شکرت. کاکا تو یا بگی زودو ما پس میرم میگیرم، اما کم عجله که خواهش میکنم. مهمان ما چطور است؟ قسمه که گفته بودم ازش مهمان نوازی خوب میکنین؟ کاملا قسم که امر کرده بودین. روزانه فقط یک گلاس آب و یک قاب غذا برش داده میشه. درست است، میبینم. درست است، صدامه جور شد. بس شو. بله. دنیز؟ دنیز؟ بله. یا هم کار نمیکنه، حالا چی خواد کدام؟ آقا عباس اینجا بیا. عباس تو کجا هستی؟ بفرمایین خانم. زود برو کلیدای اون محتره برم بیار. اما ماما ندارم. من تا یک جای باید برم و با شوهرم زنگ بزنم. زود شو. دایی وقت شب خوب نیست، بیرون برین. تو کی هستی که با من نصیحت میکنی؟ گفتم کلیدا را بیار. خوب درست است. بچیم
بچیم پدرت میره. تو می قسم نمیخوایی همه تو نیست. چی کنیم؟ میخوایی پیش پدرت بریم؟ برش بگویم که پس بیا. ها؟ من به همین فکر هستم که برش زنگ بزنم و بگویم که نره، پیش بچهت باش، بچهت تنها مانده هیچ جایی نرو. اما این کاره کده نمیتونم. هر قسمی که باشه هیچ چیزی تغییر نمیکنه. الیف مثل گذشته مرا دوست نداره. دوست داره. اگه قسم نمی بود طفلت به دنیا نمی آورد. سنم آزاد شده، تو کجا میری؟ این کار چطور شد؟ تمامش از دست ما شد. او شاهد کشته شد، علیه ما دوسیه باز کردن. او دختر سر کی اعتماد کنه و به کی شکایت کنه؟ الیف تنها نمان. بله. دینیس؟ تو با کدام روی به من زنگ زدی؟ چرا قهر میشی؟ ها؟ مگم تو شوهرم نیستی؟ و ها مرا رها کرده کجا میری؟ نیستم، دیگه نمیشناسمت. او اوراقم گرفتم. تو دیگه خانم من نیستی. گوش کن دینیس، زور پدرم سرم به زور امضا کرد. اما من بسیار به خوشی امضا کردم. روزی که از تو جدا شوم روز تولد دوباره خواد بود. وقتی که از من طلاق بگیری چی خواد کردی؟ ها؟ باز پیش الیف دیهاتی میری؟ گوش کن سنم، دیگه نام الیفم نگیری، فهمیدی؟ هیچ وقت. اگه نه باز بسیار بد خواهد شد. الیف راحت بان. تا وقتی که من زنده هستم از شرم نجات پیدا نخواد کرد. هر جایی که میری برو، سفرت خوش. بله سنم، اوش کنی ای کار نکنی. بله دور بخو بیادر، زود باش. حالا عجله کو، زود باش. چی شده؟ تو اینجا چی میکنی؟ مدیر صاحب میای. مدیر صاحب. چی؟ مدیر صاحب میای؟ یک کلی دارم ما بته. حالا دیگه زود باش. ای چی است؟ ای چه قسم کار است؟ در سالن یک جای استراحت داشتم، اونم پروفسور گرفت. پس ما باید چی کنم؟ میخواین مادرم از خانه بیرون کنم؟ توبه ما چی بفهمم دیگه؟ ای قسم خونه میشه. خب اگه دوستای ما بیاین برام بگو در کجا بخوابن؟ در کجا بخوابن دکتر خانم؟ دخترا با ما 2 دقیقه وقت داده میتونین؟ بیاین اینجا بشینین. بیاین که با هم گپ بزنیم. چی است؟ هنوز خود غذا آماده نیست. خیریت است؟ میخوای چی برام بگویی؟ زود بگو میشنم. ها شما پدر من نیستی. اما تا امروز همیشه شما را پدر میگم و احترام برتان دارم. با وجود که سرم زیاد ظلم میکردین بازم ازتان منصرف نشدم. خدا ازت راضی باشه. اما حق من زیر پای نکو. ما هم در قدر سالا برات پدری کردیم.
به خاطر اقدر کارایتان خداوند از شمام راضی باشه. اما بعد از اینجا بودن نمیتونیم. چطور یعنی؟ بعد از این سهیلا و فلیز اینجا می باشن. مادر مامامت طفل ماما است. یعنی دیگه برای شما هیچ جایی نیست. درست است دخترم، درست است. من میرم ایلیفم. صبر کنین، همیالا نرین. چند روز دیگه هم گذاره میکنیم. هر وقت جایی بوده باش پیدا کردین باز برین پدر. تشکر. من شما را دیگه ناراحت نمیسازم. کجا میرید؟ من دیگه بار دوش شما نمی باشم. میرم دیگه. پدر. گفتی پدر. پدرت. گوش کوچی برات میگم. اگه در کدام مشکل بند موندی با سر ما صدا کنی، درست است؟ در همین نزدیکی ها می باشم. در قهوه خانه یا یگان جای دیگه می باشم. الیف، با ما خو طفلت نشان میتیم تو نیست؟ بیبی، من بدون شما هیچ کسی کوی ندارم. هولیام از پیشم رفتن روز پیدایش نکردیم. نمیفهمم کجا رفته. بیبی دخترم، در این استانبول بزرگ تک و تنها ماندیم. پدر، لطفاً زیاد تشویش نکنین. هولیام حتما پیدا میشه انشالله. و ها، ما هر وقت همدیگر خواد دیدیم. هر وقت که خواسته باشین به دیدن ابراهیم آمده میتونین. او نواسیتان است. تو هم دخترم هستیم تو نیست؟ وقت رفتن است. حقت برام ببخش. زود بیا دروازه را باز که زود شو. عجله کو بچه، عجله کو. بسیار خوب جانم. من را نادیده گرفتم میری. من همه قسم چوب خاط بودم ها. با پایم خاط افتیدی. از من مسرت خاط خواستی. مسرت برای چی شد؟ هیچی موقت است. بلند شو. خداوندا، از شر فتنه و فسادگرا، از شر شیطان آخر زمان، از شر منافقین، از شر ظالمین و کافرا تمام عالم اسلام در پناه خود نگاه کو یارم. تو نگاه ما کو.
خدایا به تو پناه میبرم، به تو پناه میبرم. آمین یا رب العالمین. حساب ای کارایت خواد دادی احمق. بخیز. با کدام جرات جواب مرا نمیتی؟ ها؟ ما جواب دادم به کسی که مرا درک میکنه. خندکو وقتی که در اسمان دار آویزان شدی باز ما برات خنده میکنم. جان را که خداوند برم داده، بدون او هیچ کس سور از پیشم گرفته نمیتونه. ایره در یک سلول کوچک زندانی کنین که جای سجده کردنم نداشته باشه. جای ظالمین در جهنم است. 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 کاش که ای گپارا برش نمیگفتم. شما خود دیدین که چه قسم از اینجا رفت. امروز روز رفتن است. اول دنیز، بعدن کاکا یلماس. سهیلا، ها آمد، حتما پس آمد. تو نرفتی دنیز؟ رفتن نتانستم. دنیز، سهیلا چوب باش. در جایت بشین. تو باز از من چی میخوایی؟ از تو نه، از بچه ما میخوایم. به امر خداوند و به قول پیامبرش تو را از بچه ابراهیم خواستگاری میکنم. بچه‌م هنوز گپ زدن نمیتونه اشتباهات تبرت بیان کنه. ایره دخیل نساز. الیف کم انصاف داشته باش. من تو را چقدر دوست دارم نمیبینی؟ حتی تو را تنها مانده نرفتم. چرا هی قسم میکنی؟ شب و روز هر لحظه در فکر تو هستم. و ها بیبی این ورق هم امضا کده، ما طلاق میگیریم. بیبی حالا دختر دهاتی همراه ما بیا، باز پشت ما بیا که از اینجا بریم. به جای بریم که هیچ کسی ما را نشناسه. ما، تو، بچه ما، همگی ما با هم خوش می باشیم. لطفاً. خداوند تو را در راهت کامیاب بسازه. آخرین گپ تمیز. اگه میخوایی میتونی امرای ابراهیم خداحافظی کنی.
شما در این مورد چی گفتنی دارید آقا؟ وقتی که ما در را بیرون شدیم امرای خود یک وعده کردیم. وعده کردیم به هر قیمتی که باشه امرای مظلوما می باشیم و صدای اونا را به گوش مقامات می رسانیم. کسایی که می خواهند در راه مقدس مانع حرکات ما شوند باید تیره خوب بفهمند دوستا. ما قسم خوردیم که خدمتکار مظلوما می باشیم دوستا. ما از پلیسا و از زندان هیچ کس ترسانده نمیتونه دوستا. بچه بچه صبح بخیر. صبح بخیر. دخترا کجاست؟ بچه‌م کجاست؟ بچه‌م کجاست؟ بچه‌م نیست. لطفاً او را پیدا کنین. بچه‌م لطفاً یک کاری کنین. بچه‌م نیست. او را از پیشم گرفتن. الیف جان لطفاً آرام باش. بچه تا پیدا میکنیم. بیبی مادرت میترسه. مادر خواهش میکنم ابراهیم کمک کنه. بگوین حالا من چی کنم؟ مادر ابراهیم نه. الیف بیا. الیف درست است. آرام باش. پیدا کردن هم میتونیم. ابراهیم بچه حالا من چی کنم سهیلا؟ کی او را برده باشه؟ نشکیم کار او زن احمق باشه. بازم سنم همو نیست. تو دیروز شکایتتو پس گرفته بودی، امروز باز کار خود انجام داد. سنم ما باید او را همیالا پیدا کنیم. صبر کن. اگه او بچه تا گرفته باشه حالا در خانه نیست. اول باید جایش پیدا کنیم. آقا عباس ها قهوه‌تان حاضر است. خوب است بانش. داخل نی. اونجا بانش. اونجا. بار دیگه هر حالتی که باشه در اتاق بدون اجازه داخل نشی. فهمیده شد خانم. درست است. در خانه شیر است. از چی کار داشتی؟ با تو چی؟ زود برو به من 2 پاکت شیر بیار. درست است؟ درست است خانم. اردان بعد چند وقت رخصت است. حالا همراه دوستش گپ زدم. موبایل خودم جواب نداد سهیلا. او کجا رفته باشه؟ به دنیز زنگ بزنیم او میفهمه که چی کنه. دنیز چی کده میتونه؟ او حالا شاید از اینجا رفته باشه. با مادرش زنگ میزنیم. ابراهیم نواسی او هم است. باها اونا نزدیک خانه سنمشان زندگی میکنن و شاید بفهمن که سنم کجاست. راست گفتی. شمارش پیش تسلیف پیداش میکنم. یک لحظه. اوف دنیز اوف کجاستی؟ هنوزم تلفنش خاموش است. حداقل باید بر ما خبر میداد که رسیده. شاید دنیز باشه. بله دنیز.
بله خانم شنایی، من الیف هستم. الیف؟ تو را چی شده؟ چی که پس؟ من تباه شدم، از بین رفتم، بچه من اختطاف کردن. چی؟ شاید این کار سنم باشه. خواهش میکنم همراهیم کمک کنین، ما هیچ کس دیگه ای را نداریم. سنجر، سنم بچهش اختطاف کرده. تو چی میگی؟ آقا عباس اینجا بیا که کار دارم. زود به دکان برو و زود پس بیا. با چی ضرورت دارین؟ با یک شیر چوشک نیاز دارم. حالا زود از بازار برم بیا. درست است. و ها پیش است. رفتن ساکت بایلرام ده برق بند کن. درست است. شنایی؟ دروازه را باز کنین. شنایی تو چی میکنی؟ تو هنوز نمیفهمی چی گپ است. چطور نمیفهمم؟ من میفهمم او احمق نواسیم اختطاف کرده. باز کنین دروازه را، باز کنین. شنایی کار نکن، پیش تمام مردم آبروی ما را بردی. باندگه ای گپا را سنجرو نواسیم را اختطاف کرده. نواسیم دروازه را باز کنین دیگه، باز کنین. او کجاست؟ سنم نواسیم برم بته. آرام باشین خانم شنایی. خانم سنم ده خانه نیست، بدون ما هیچ کس خانه نیست. تو دروغ میگی. او کجاست؟ ده اتاق خود است همتو نیست. شنایی میگه که خانه نیست. پس کجاست؟ نواسیم را کجا برده؟ شنایی گفت نیست. دیروز او را آقا قدرت با خانه تابستانی برده، دیگه هیچ چیزی نمیفهمیم. شنایی کدام دیوانگی نکنی، درست است؟ من بسیار خوب میفهمم که چی کنم. بیبی بیاز و پیشش تمام مردم آبروی ما رفت. شنایی گفتم یک دقیقه صبر کن، چرا گپ من نمیفهمی؟ بیا که پیش پلیس بریم، رسمی شکایت میکنیم که نواسه ما گم شده. نواسه ما گم شده، جایشو معلوم دارست. من میرم نواسه ما میگیرم. شنایی از موتر پایین شو. شنایی جانم. نام تو دینیس باشه، درست است؟ دینیس تو هم مثل دینیس بسیار مقبول هستی. نام تو دینیس که اگه دانیمه تو بسیار مقبول هستی، زیاد دوست دارم. خواه مشکل بالای مشکل، بچه من خود روان کرد، حالا دیگه نوبت من است. ای قدرت کارای میخوای خانواده آیدین تباه کنن. آه دینیزا، آه شنایی، آه. جنرال صبری است. امر کنین جنرال صاحب. موضوعی را که گفته بودی درباره‌اش تحقیق کردم جنرال، اما یک مشکل است. دینیز هنوز به اون مرکز نرسیده، هنوز هم منتظر هستن. هنوز به مرکز نرسیده؟ او باید وقت اونجا میرسید جنرال صاحب. اگر درباره‌اش تحقیق کنی بسیار خوب میشه جنرال. امکان داره سر دینیز کدام بلایی آمده باشه. حالا دیگه زود شو دیگه. ها خدایا لطفا خودت کمک کن. حالا سوار شوین. پیدا کردم. در خانه تابستانی است، تشویش نکنین. میریم نواسه ما میگیریم. خدایا هزار بار شکر. بریم حرکت کنیم. بیادر چرا گپ من نمیفهمی؟ دیشب حرکت کرده بود، دیشب. بله در موتر شما رفته بود. نامش دینیز آیدین است. من پدرش هستم، شما یک بار بررسی کنین. خدایا تو امرای من کمک کن.
خدایا تو امرای من کمک کن خدایا. بله میشنوم. دنیس فرا پایین شده؟ هیچ فکر نمیکردم که تو خوشم بیایی. بسیار شیرین هستی. بیبی خود چتل نسازی، درست است؟ که من پاکت نمیتونم. شنایی؟ سنم بیرون شو. سنم گفتم بیرون شو. سنم شما اینجا چی میکنی؟ بچه‌م کجاست؟ گفتم بچه‌م کجاست؟ تو دیوانه شدی؟ بچه تو اینجا نیست. جزای تو را براتت من میتم. تو را به زندان روان میکنم. تو خود دیدی که اختطاف کردن نواسیبه یعنی چی؟ شما دیوانه شدین چون تو طفل شما را اختطاف کنم. تو خانه را چرا آتش زدی ها؟ بگو طفل کجاست؟ عجله کن. از اینجا بیرون شوین. گفتم طفل چی؟ از اینجا بیرون شوین. خانم سنم از یک چوشک کلانتر نبود. الیف؟ بچه‌م کجاست؟ بچه‌م کجاست؟ بچه‌م کجاست؟ بچه سنم قربانه چه اون بچه ما برم بسه. بس کنه دیگه. حالا زود از اینجا حرکت کنه. نرکت کن. سنم برای تو هم برای سنم سهیلا بس شو. سهیلا بس سهیلا کمک کنین. بگو اگر تو خود کشتا. بگو که طفل کجاست و در کجا پنهان کردی. بگو چی شده؟ چی گفت اینجا؟ دروازه را باز کن. سنم سهیلا قماندان جدیدتان تا هنوز سر وظیفه خود نامده؟ نه خیر جنرال صاحب، منتظرش هستم. همین که آمد خودم ازش پذیرایی میکنم جنرال صاحب. همین که رسید برام خبر بده. اطاعت میشه جنرال صاحب. هنوز نرسیده، حتما درست. چطور امکان داره؟ او دیشب برکت کرد. یک دفعه فرار نکرده باشه. بیا. جنرال صاحب پس اونتر بیا، مهمان دارم. فرق نمیکنه، بیا. معلوم میشه که کدام مشکل داره. جنرال صاحب بچه‌م
قماندان دنیز آیدین. برش زنگ زدم جواب نمیده. با شرکت بس زنگ زدم، گفتن نزدیکی های سیواس است. واضح تر بگویم ما بسیار تشویش دارم. جنرال صاحب، بودن قدرت کارای به نظرم در اینجا نشانه خیر نیست. یعنی که از عادتهای سابق خود خلاص نشده، اما یک شخص باید برش بگوید که او دیگر در نظام نیست. امر تبدیلی را متوقف میکنین جنرال صاحب؟ نه خیر، امر حتما اجرا میکنیم، اما اجرا کردن یک امر جدید به خاطر طی مراحل یک هفته در بر میگیره. جنرال صاحب، وقت ما بسیار کم است. از او خاطر هر چی زودتر کوشش کو دینیزه پیدا کنی. او باید زود اینجا برگرده. کارای شام خودم انجام میتم. ما احسان مند شما هستم جنرال صاحب. ما این کارا به خاطر خودت نمی کنم، یا مرا به خاطر دینیز انجام میتم. پس تو چرا هنوز نبر آمده؟ هنوز به هوش نامده؟ ما اینجا منتظر بودن نمیتونم. ما باید هر چیز زودتر بچه ما پیدا کنم. پیش پلیس میرم. اگه کدام چیز شد برام خبر بتید. چی؟ چنهی مادر؟ چی شده؟ ما حامل هستم. همین لحظه دکتر معاینیم کرد. به خاطر که حامل هستم بیهوش شدم. میفهمین مادر؟ ما صاحب یک طفل میشم. اما شما را به زندان خاط انداختم، جوری که شما قصد جان اولاد ما کردین. از این کارتان بسیار پشیمان خواهد شدین. ای گپ تو میگی؟ قلب ما آتش گرفتم. من بچه ما میپالم. بس از دیگه، بس از. بس کنین. زنگ است. فراموش نکنین که در شفاخانه هستیم. بله خانم شنایی، من هستم فلیس. میشه که تلفن به الیف بتین عجل است. فلیس، حتما کدام گپ مهم است. فلیس چی شده؟ الیف، من در خانه یک نامه و یک کلیده پیدا کردم. حتما کسی که طفل اختطاف کرده ایره مانده. تو چی میگی؟ نامه چی نوشته کرده؟ پست خانه مرکزی کارتال، پست بکسه، شماره 58. حالا الیف زود بخوانش. اتوگارد ساعت 12 بوفا جانسو. ای چی است؟ خدایا من دیوانه خواهد شدم. ای چی است؟ پیش پلیس بریم. ده فیلم ندیدین؟ اگه به طرف ضرر برسانه چی؟ خدا او را نگاه کنه سهیلا. پس باید زود بریم، نباید وقت از دست بدیم. از بچه ما چی میخواید؟ ما به کی ضرر رساندیم؟ الیف، زیاد تشویش نکات، من ابراهیم پیدا میکنیم. خدایا. فقط به خاطر طفلم چوب هستم. اما کارهایی که شما کردین به هیچ کسی نمیگم. یعنی شما باید خدایتان شکر کنین که من اینقدرم انسان بد نیستم. آیسته؟ با طفلم ضرر خود رسید. دینیزم به خاطر داشتن اولادت یک کار کرده. اما کسی گپ خبر شوه باز تحمل نخواد که دوباره پیش من خواهد آمد. من میفهمم. مثل که شما هیچ خوش نشدین ها؟ با تشویش الیف هستم. نمیفهمم طفل خدا پیدا کرده یا نه. مشکل شما الیف نیست، مشکل شما طفل ما است. بعد از این نمیخوایم که در مورد او طفل یک کلمه هم بشنوم. متوجه باشین ها.
ساعت خود 12 است. حتما حالا خات آمد، خودش ما رو خواسته. خانم الیف کدامتان هستین؟ مستم. ایره به شما روان کردم. کی روان کرده؟ چیزی گفتن؟ کسی ازم خواست که ایره به شما بتم. ساعت 12 سفر دارین، شاید دی نوشه شده باشه. این چی رقم بازی است؟ یک انسان چطور میتونه این کار کنه؟ بعضی انسان پیدا میشه. میخوای جواب بده؟ الیف به نظر من جوابش بده. بله. بسیار ناراحت شدی. تو؟ چطور است الیف؟ از پشت اولاد خود دویدن مزه میتن. دینیس تو چقدر یک آدم بی احساس هستی؟ دینیس تو چطور یک آدم بی وجدان بودی؟ الیف لطفا آرام باش. تو مرا مجبور به این کار ساختی الیف. مرا از بچم جدا ساختی. من نمیخوایم این چیزها را بشنم. بگو بچم چطور است؟ درست مثل من. بچم هم زیاد پشت تو دقیق آورده. من این سوال ازت نپرسیدم. لطفا بگو بچم چطور است و چی مینوشه؟ اگه خودت بیایی باز خواد دیدی. دینیس تو عقلت از دست دادی. هوش کنی طفل ما اونجا نبری. من از دکای شام باوان میرسم. در مرکز پلیس دمروک نوکری هستم. اگه میخوایی میتونی که اونجا بیایی. منتظرت خواد بودم. تکتت هم در دستت هست. او را بگی بیا. دینیس! دینیس! نمیفهمم این چی میکنه. هیچ نمیفهمم چرا تو میکنه. آی خدایا خودت کمک کن. بچه تو کجاستی؟ طفلت بسیار گریه میکنه. حالا بیا که بریم. کجا بودی بیادر؟ آمدم. زیاد گریه کرد. مریض از چیزی شدهش نمیفهمم. بتین زنده باشی. بیادر کجا بودی؟ طفل زیاد گریه کرد. آرام آرام بچه گله. بچه مو زیاد گریه کرد. آرام با. مریض است نمیفهمم چی شدش. آه بچه ما. بچه ابراهیم بگی. بچم اوی شیره نمی نوشه. مزهش خوشش نمیایه. او را برای محبت کارامش کنم باز پس برات میتمش. بیا. تو چرا پدرت پریشان میسازی؟ طفلک مقبول. بیبی چقدر شیرین هستی. شیرش برای محبت من برش میتم بچه. بچه البته کیره نمی نوشه. ای بسیار گرم است. گرم است؟ اگه بگی کم سرد بساز باز بیارش. چه گپ است؟ میبخشین میشه ای را کمی یخ بسازین؟ مربوط من نمیشه که بپرسم اما مادری کجاست؟ او از پشت ما خود آمد. یام پشت مادر خود گریه میکنه. مادرش بگو که دیگه قسم طفل خود رها نکنه. گناه داره. خاله جان به نظرتان زیاد رو تکان نمیتین؟ زود برای مادرش زنگ بزنی که بیایه برش بگو که دیگه طفل خود تنها نمونه. این دفعه اول آخر است دیگه قسم نخواد شد. مادر مقبولم. ما فردا پس میم. درست است؟ هوش کنین نترسین. ببینین سهیلا و فلیزم اینجا هستن. درست است؟ الیف لوازم طفلت هم به داخل ماندین. ببین که درست است؟ هرچی که ماندی درست است. بیازا اونجا هم زیاد نمی باشیم. بچه ما گرفته زود میایم. ببین که دینیس طفل روان خواد کرد. او سر گپ خود استاد است. فکر کردی اینجا قانون است؟ ما از خود پلیس داریم، حوزه داریم. اگه میخوایی من همراهت بیایم؟ نه خیر لازم نیست. وقتی از حامله بودن خانم خود خبر شوه باز ابراهیم برام میده. شما به خانم شنایی زنگ بزنین. درست است؟ با هم خبر باشن.
مادر جانم، شما نترسین، درست است؟ من طفل ما را میارم، او را گرفته زود برمیگردم، درست است؟ شما باور که نمیتونین ما و دینی صاحب یک طفل خود شدیم. شما پدر کلان میشین، پدر کلان. جالا میشه ما را یک چند دقیقه تناب بانی؟ البته گناه خودم است. ده حولی ای طرف است. پدر چی میگین؟ کاش که بجای آب تیل میماندم سنم دخترم. یعنی چی پدر؟ او طفل به دنیا نخواد آمد، فهمیدی؟ او طفل به دنیا نخواد آمد. ای گپا در مغز جای به تو بیاقل. پدر شما چی میکنین؟ من حامله هستم. چوب باش به حیا. بفرمایین. یلماز گورل اینجا زندگی میکنه؟ نه خیر، در اینجا زندگی نمیکنه، از اینجا کوچ کرد. خب شما میفهمین که او کجا زندگی میکنه؟ نه خیر، ما نمیفهمیم. فهمیدم. ایره از حوزه روان کردن. هر وقتی که او را دیدین ایره برش بتین. درست است، روز خوش. توبه توبه، ای دیگه چی است؟ کاکا یلماز؟ میبخشین که مزاحمت کردم، اما یک نامه به ما آمده مو را بگیرم. اما شما در اینجا چی میکنین؟ یعنی چی که چی میکنیم؟ ما در اینجا همسایه هستیم. همسایه چی؟ شما از اینجا نرفتین؟ اگر رفته باشم هم در فضا خو نمیرم. در می دورو براستم، جای دور نرفتیم. ایره بته به من. وای خدایا، در مورد هولیا مرا خواستن. چرا مرا خواستن؟ وان من برات نگفتم که برام زنگ نزن. آفرین به تو دینیز جان. من به خاطر مژده دادن برات زنگ زده بودم. مژده چی سنم؟ من چند بار برات گفتم که به من زنگ نزن. صدای بچه‌ت است؟ بله بچه‌م است. حال دوان هستم. شاملی فام اینجا می یک زندگی جدید آغاز میکنیم. تو کدام اعتراض داری؟ خب جانم، پس من چطور خواهد شدم؟ ما و تو حالا از هم جدا شدیم. ایره در مغز جای به فهمیدی؟ اصلا تو امکان نداره. تو صاحب یک طفل خود شدی. من حامله هستم. بس هسته که سنم چند بار است که دروغ گفتم مرا خسته میسازی. دروغ میگم ها؟ پس به شفاخانه زنگ بزن، حقیقت بپرس. قدرتکارایم میشناسی؟ قدرتکارای همه میشناسند، خیرت خواه است. او را نمیپرسم. شما کدام ارتباط دارین؟ دشمنی یا کدام چیز دیگه؟ یا همراه کدام کسی از خانواده او؟ مدیر خیریت است، چی شده؟ یک بار برام بگو. روزی که دخترت گم شده بود به خانه او رفته بود. وقت داخل رفته امضا کرده، اما از بیرون شدنش هیچ خبری نیست. خب این یعنی چی؟
یعنی که دختر داخل او خانه شده و دیگه بیرون نشده. اونجا چی کار داشت؟ اگر چیز میفهمی از ما پنهان نکن. ما چی را پنهان میکنه مدیر صاحب؟ او همیشه اونجا به خاطر پاکاری میرفته. حتما او روزم از همین خاطر رفته بود. ما هم هیچ چیزی دیگه نمیفهمیم. درست است. اگر بازم کدام چیز فهمیدی به ما خبر بده. از اینجا جای نرو. تو را بازم خواستم. درست است. میخوایم تکت برگشته از وان بگیرم. به چی وقت؟ به فردا اولین موتر. زود شوین خواهر، موتر حرکت میکنه. درست است میایم. ایره بگیریم بیا. هوش کنی که ندرسی. هیچ کس تو را از ما گرفته نمیتونه. هنوز صبر کو، پدرت میایم و تو نیست. اگر او نیه باز ما پیشو میریم. درست است؟ حالا دیگه هیچ کسی خوشی ما را گرفته نمیتونه، نه الیف و نه هیچ کسی دیگه. ایره بیبی شنایی، ایره بیبی هنوزم در فکر عشق خود است. باز طفل خودم همراه خود گرفته. زندگی آرام باش. چطور میتونم آرام باشم؟ چطور آرام باشم؟ به خاطر که او را به شرق روان نکنه بسیار کوشش کردم. تو خدا ناراحت نساز. بیازو ایلیف اونجا نمی باشه. ما در قصه ایلیف نیستم، در قصه بچه مستم که او اونجا روان کردن. شنایی جنرال صبری هم آمده اما بچه میش در فکرش نیست. درست است، اما دینیس کدام چیز دیگه نگفته. حتما باید چیزی میگفت. شنایی بیبی بلیاز خدا، اگر کدام چیزی ناراحت کننده است کوشش کو با خون سردی بریم بگویی. بسیار خبر بد است. والا خودت تصمیم بگی سنجر. شنایی حالا دیگه بریم بگو. سنم حامل است. گفتی سنم حامل است؟ سنم حامل است. سنم حامل است؟ چرا این گپ قبلا برام نگفتی؟ آفرین شیر بچم، آفرین شیر بچم. بسیار خبر خوب است. مرا خوشحال ساختی. بچه ما تا 2 روز دیگه با استانبول برخواد گشت جانم. انشالله. گوش کن. پس قدرت کارای چرا هیچ چیزی نمیگه؟ والا نمیفهمم. سنم دویده خوشحال طرف خانه میرفت. نمیفهمم. قدرت کارایی ده که من مشناسم حتما زیر کاسه نیم کاس از. حالا دیگه حرکت کن، میخواییم اونجا بریم. حالا دیگه زوچو حالا حرکت کن دیگه، حرکت کن. یعنی که با وان رفته ها؟ خوب است. با حوزه که رسید با ما خبر بتین، منتظرتان هستم. جنرال صاحب تبریک میگم. میخوایم از شما مجدگانی بگیرم. شما صاحب نواسه میشین. سنجر در مورد عامله بودن سنم گپ میزنه. شما را چی؟ ما را چی؟ چرا که دینیز بچه ما است. نواسه ما میشه دیگه. ما را چی بیاقل؟ شما را چی؟ سنم دختر شما هم از جنرال صاحب. شما هم پدر کلان میشین. تو هنوز یک نواسه داری، برو او را نوازش بده. ما هنوز در سن نرسیدم که پدر کلان شوم. مقصدتان رو نفهمیدم. سنم طفل خود سقط میکنم. چی؟ چه قسم؟ اما او یک پدر داره. کجاست؟ ما او را خود نمیبینم. او کجاست؟ دینیز سنم نمیخواست، حالی هم سنم طفل او را نمیخوایم. شنایی بیا که برم.
درست است بچگکم، درست است. گریه نکن. آی درگیری شدید جریان داره. السلام علیکم برادرای مصطفی. علیکم السلام. خیرت است قماندان؟ کمی بیشتر درگیری جریان داره. شناسنامه‌هایتان نشان بدین. اینو ببینین. قماندان صاحب، ما در زید امروک موظف هستم، نمیتونم همراه طفل اینجا منتظر اما هم باشم. در اونجا موظف هستم. بیاین که شما را برسانم قماندان صاحب. درست است. صبر کنین. وای رفیقی الماس، ای اینن دیوار وارست. حالا رفیق، حالا بالاشو، حالا ببینم بالاشو رفیق. خدا اینا را بزنه. خدا الله خدا لعنتش کنه. الله خدایا. کمرم. الله خدایا تو نجاتم بده. شب بخیر بیادر. تو رای داخل شدن بلد هستی؟ تو در مورد اینجا میپرسی؟ میشه رفیق، ما تو را راهنمایی میکنم، صبر کن. دختر مقبولم، تو کدام مشکل داری؟ تا که کسی درد خدا نگویه درمانش پیدا نمیشه. پشت بچه‌ام زیاد دق شدیم خاله جان. او در کجاست؟ پدرش او را فرار داده. حالا ما به گرفتنش میرم. شما از هم جدا شدین؟ او رفت و به گپای دگرها گوش داد. اما قلبش تو را میخواه. اگر نمیخواست هرگز تو را از پشت خود نمیدواند. حالا دیگه تمام شد. کاش میتونست از اول متوجه ای گپا میشد. بیبی دخترم، روز از روزا شیطان به طرف یک قریه حرکت کرد. شیطان با خود فکر میکرد که چی رقم در قریه فتنه و فساد بندازه. باز یک بار خانم بیچاری را دید که گاو خود میدوشید و همراهش گوسالام بود. شیطان پنهانی رفت رسمان گوساله را باز کرد. گوسالام رفت که شیر مادر خود بخوره. دم وقت سطل شیر چپه کرد. خانم گوساله را بسیار لط کرد و گوساله بیچارم به زمین افتاد. حیفش بیچاره. گاوم که دید چوچیش در زمین افتاده رفت و خانم با لگد زد. دخترم خانم بیچاره را دو طرف انداخت. خسرش از خانه دویده خود رساند. عروس خود دو اذیت که دید سلاح خود کشید و گاوه به مرمی زد. آی خدایا. وقتی که شوهر خانم آمد دید که خانمش در روی زمین بیچاره افتاده. باز فکر کرد که پدرش رو زده. او هم پدر خود زد. بعدن فکر کرد که این چی کردم. از خاطر عذاب و وجدان خدا همراه مرمی زد و از بین برد. شیطان از دور خنده کده گفت حالا اگه ازشون بپرسی که کاری کی بود میگن کار شیطان بود. بلی از خدا ما غیر از باز کردن رسمان دیگه چی کردیم؟ توبه. دختر قندم،
فتنه چیزی است که یک قومنی تمام قبیله را از بین میبره. این واضح است. شیطانم شیطانی خودم میکنه. تو به کسی فرصت ندی که خانواده و شوهرت از دور بسازن. روز خود رسید که خداوند بزرگ جزای اونا را خواد داد. دخترم شب بخیر سرباز. با لیاز خدا ای را او طرف کن. مثل خرگوش خدا احساس میکنم. اسناد داری؟ اسناد؟ باش ببینم. ها اینه بگی سرباز. رفتم ایتانن. بفرمایید قماندان صاحب. خوش آمدین قماندان صاحب. از پیش قماندان صاحب تفله بگی. تفله به ما بده که پیش بخاری ببرمش. زنده باشن. در این نصف شب شما را به زحمت ساختم. در اینجا کدام موتل نیست؟ شما چی میگیر قماندان صاحب؟ ما در این نصف شب شما را با تفلتان میمانم که جای برین. تا وقتی که جای برتان پیدا نکردین بالای چشم ما جای خود داشتیم. امشب همه قسم باشه. فردا یک چاره پیدا میکنم. شما هم اینجا بشینین. من میرم که از بیرون چوب بیارم قماندان صاحب. بله. معذرت میخوایم. کمی دیر شده ما. گفته بودن که مهمانتان رسید برم خبر بده. خوب است. یعنی که رسید ها؟ بله اما همراه یک طفل از جنرال صاحب. گفتی طفل؟ آها بچه‌ش است. او گفت که خانمشون میاین. اما چی کنیم؟ شما خودتان میفهمین که چی کنین. با همگی یک فرمول مناسب پیدا کنین و بس. قدرت امروز دوستم که دکتر سامیال گپ زدم. او گفت که این کار بدون سر صدا حل میکنیم. مشکلی است که سانم چی قسم خانه میسازی که این کار کنه. جالا ما جنرال هستم. هیچ کس را قانع نمیسازم. امر میکنم. دینیز آلمه چی کنم؟ ای قدرت کارای یک روز تو را از بین خود برد بچیم. نه خیر خدایا. سنجر خدا نگاهش کنه. ای قسم نگو. قربانت شو. چی میشه برو بچه ما پیدا کو بیار. اگه او رو چیز شوم از زنده بودن نمیتونم. درست است. شنایی درست است. دینیز از نظر قدرت کارای افتیده. فردا صبح باید زود حرکت کنم. باید زود خدا برسونم. پدر
هستم پدر جان. من این طفل بسیار میخوایم. دیگه کدام چانس نداری. خب اگه دینیز از طلاق گرفتن منصرف شوم ها؟ اگه اون طفل بخوایم او یک چیز نمیشه. پدر خواهش میکنم یک چانس برام بتین. من میفهمم وقتی که دینیز در مورد طفل خبر شد و پس خواهد آمد، اما اگه نامد هر کاری که شما بخواین انجام میدم. هر کار. خوب است سنم. ما برای 2 روز وقت میتم. اگر بتونی دینیزه برگردانی بسیار خوب میشم. همچنان ما چرا باید نواسه خود از بین ببرم؟ اما قسم نیست؟ پدر جان باز خواهدیدید که این طفل به خانواده ما بسیار خوب خود شد. امروز شوهرم یک خانواده خود داشتم. دختر قندم. او خدایا اینجا چی گپ است؟ چی؟ تا یک هفته تمام پروازهای وان پر شده؟ پس من امروز چی برم؟ چطیات نگم ما چطور قدر رای زیاده با مرتر برم؟ هولیا کجاست لوده؟ ها هولیا کجاست؟ بریم بگو. گپ ما بشنو. فکر کردی از دستم خلاص خود شدی ها؟ فکر کردی من ایلات میتونم؟ گپ ما بشنو. او دختر اینجا آمده و از اینجا پس نرفته. هر بلایی که سرش آمده باشه ده همینجا آمده. اما تو نیست؟ بگو بگو. خانم سنم شما دکتر گپ ما گوش کن. فردا با ساحل بیکاز بیا. ده همونجا گپ میزنیم. درست است؟ اگه نیایی باز ده همینجا آمده تو رو از بین خواد بردم. فهمیدی؟ خانم سنم شما ده اینجاستین؟ براتون شیر آوردیم. خانم سنم شما را چی شده؟ کدام مشکل دارین؟ چی شده؟ زندگیم تباه شد. هیچ چیز نمیخوره قماندان صاحب. درام هم خسم گریه میکرد. حالا چی یا خود مادرش چرا ترک کده؟ او هم طفل 3 روزه را مادرش ترک نکده. ما آوردیمش. بته بچه ابراهیم پدر مادرش تا صبح میرسه. تا صبح تحمل کنه نمیتونه. زیاد گریه میکنه. میشه که بایک ما بگیرم؟ بفرمایین. میبخشین از اینجا چه قسم به دمروک رفته میتونم؟ دو بس سوار شوین برین. درست است. زنده باشین. بفرمایین خاله جان. این بایک بسیار سنگین است. ایلی فایدین شماستین؟ بله تخلصم گورال است. شما خانم قماندان دینیز هستین؟ توبه او کجاست؟ معذرت میخوایم. اونا مرا روان کردن اما دیر کردن. شما را گرفته به قریه میبریم. نه خیر هیچ لازم نیست. قماندان صاحب به ناحق زحمت کشیده تا اینجا که آمدم بعد از ایشان میرم. اما ما به قماندان چی بگویم؟ شما محترم پیدا کردن نمیتونین. ملی بساس و برکت کردن. تا شام منتظر خود ماندین. فرق نمیکنه منتظر اما طفل زیاد گریه میکرد. با ما گفتن که عجله کنیم. او گریه میکرد؟ او را چی شده؟ دوباره نمیفهم والله. اما عادی شب تا حال گریه میکرده. وضعیتش بسیار خراب است. های زود باشین حالا بریم. بفرمایید.
خانم سنم چی گپ است؟ چی شده؟ پلیس آمدن از شما چیزی میپرسن. گفتی پلیس؟ بس اونا برات نگفتن که مرا چی کار دارن؟ یک دختر خدمتکار که می آمد ما رو دو میپرسن. نامش کولیا بود، یادتن است؟ شما خب بهتر میفهمین اوتی یک چیز اصلا امکان ندارم. باز ما باید یک بازجویی انجام بدیم. اگه اجازه تان باشه اظهارات محافظینی در وزران بگیرید. حتما. نیسو به وقت چی گپ شده؟ در مورد خدمتکار میپرسن. در مورد هولیا سمت نیست؟ حتما باز کدام کاری کرده؟ بیا تو هیچ تا چشم من خوب نخورده بود. دختر گم است. آخرین بار به قرارگاه داخل شده اما بر آمدنش ثبت نشده. خوب است اما ما را به گپ چی؟ بیا تو چندین ماه میشه که امروز نمیبینم. ما بازم فردا با گرفتن اظهارات شما یک مامور روان میکنم. درست است اما ما خود کدام کار نکردیم. فقط اظهارات میتی و بس. سنم فهمیدی؟ آقا موترتان آماده است. اگر کارتان خلاص شده باشه با هم یک جا درست است آقا. گوشکا بده و دست کلم امرای بالا پوشیم. بیا زود شو. سنم ای عجله به خاطر چی است؟ به خاطر که کار دارم. با تو باید حساب بدم. با من نه اما باید به پلیس حساب بدی. چرا که فکر میکنم یگان چیزا به یاد دارم. اون روز که او دختر به اینجا آمده بود اینجا در دهن دروازه با هم مقابل شده بودیم. قلبم برم ایرم میگه دگم شدن او تو هم دست داری. خب قلبت ایران برات میگه که تو به حیث یک معشوق زندگی میکنی؟ معاون دانشگاه مرکزی استانبول اینجا سره یک خانم فلج هم با آمده ایران برات میگه؟ ها؟ چطور؟ صدای قلبت شنیده تا نستی؟ همینجاست؟ بله همینجاست. بچه‌م کجاست؟ کجاست بچه‌م؟ بچه‌م کجاست؟ بگوین لطفاً یک چیز بگوین. یک دقیقه صبر کن همه چیز خواهش میکنم برام بگوین. من دیگه تحمل ندارم. بیا بیا که خودت ببینی. بچه‌م چوب باشینی رمیال خواب برد. بسیار زیاد گریه کرد. مجبور شدم که از قریه ای خانم بخوایم که برای شیر بده. بچه قندم جانم. ابراهیم مقبوله. آی جان مادر تو چقدر گریه کردی؟ صبر کنین خاله جان. خدا از شما راضی باشه. خدا در هر دو دنیا غم براتان نشان. خدا از تو هم راضی باشه خواهر جان.
اسکر امر کنین قماندان صاحب. شما این منطقه را اداره نمی کنین؟ از چشم ما پنهان مانده قماندان صاحب. در اینجا خب این فرش نشده؟ هنوز فرش نشده قماندان صاحب. هیچی رقم به مسئولیتی است. عاجل باید یک کار را انجام بدین. تنها راه اکمال قاچاق هم همی است. این هیچ خوش اونو نخواد آمد قماندان صاحب. لازم نیست که خوششان بیه. کافی است که بترسن. تا زمانی که کارتون خلاص میشه محافظین زیاد بسازین. سه نفر نوکری باشین. درست است؟ گپ مفهوم میدین؟ اطاعت میشه قماندان صاحب. چاوش میگفت که قماندان نامیه. این همو خونه است. تو ببی یک دفعه. والا بیادر این چاوش در کنار قماندان چی کار داره؟ اینا نباید دروازه را بسته کنن. اگر نه تمام مال در پیش خود ما خواهد ماند. قماندان نو آمده. یک چکر خودم میزنه میره. بعدن یکان چیز برش میته میام چوب میشه. قماندان صاحب خانمتان رسید خواستم خبرتون بدم. حالا بریم. فردا به خاطر بررسی بازم میایم. اطاعت میشه قماندان صاحب. موتر بیارین. یاد خواستن به خاطر چی است؟ من میخواستم به دیدن بچیم برم. اون مشکل داره جنرال صاحب. دیروزم گفته امروزم. چه مشکل داره؟ جنرال صاحب لطفاً تنها یک روز وقت دارم. موضوع خانوادگی است جنرال صاحب. درخواست اجازه نامه‌تان رد شد. حالا به خاطر تفتیش مرکز منتظر شما هستند. برین سر کارتان. با این رقم خواستای به جایتان وظیفه‌تان نیمه نمانین. ما نمیخوایم کارتان ناتمام بانه. فهمیدین؟ این تفلک چی را میفهمه؟ به خاطر که پاهای شاریده گیری همین. خواهر این مربوط من نمیشه. ما چطور اجازه دادی که طفل اینجا بیاره؟ فکر کردین من خبر داشتم؟ او طفل اختطاف کرده بود. شما با هم عروسی نکردین؟ ما جدا شدیم. آقای محترم با کس دیگه عروسی کرده. همراه دختر جنرال سابق خود. خب شما حاله میشه ایره برم بگوین که دوباره پس با او بسا چطور برم؟ تو میری؟ بله تکت برگشته گرفتیم. باید شام پس برم. خواهر کم صبر کن. تو نمیتونی با طفل تنها بری. قماندان اجازه نمیتن. هیچ کس مرا منصرف ساخته نمیتونه. بازو قماندان خو هرگز نمیتونه. قماندان اجازه نمیده. عالم روی تو به زبان خودت گپ میزنه آقای الماس. تو از موتر پایین شو. درست است آقا. تو خوب میفهمی که باید چی کنی. هوش کنی که اشتباه نکنی. بیبی میبینی نه؟ بعض گروه های مخالف خانه ای دختر جوان چادر پوشه با آتش کشیدن. همچنان شیشه هایشان هم شکستاندن و بالای دو دروازهشان هم حرف تی نوشته کردن. خدا میفهمه که آدم ها دیگه چی کارا کردن میتونن. ما بسیار ناراحت میشم. تو میفهمی که باید چی کنی. باز میبینیم که مرا چه قسم متعجب میسازی.
حالا دیگه پول برای مرزش نداره. ایره بگو که دخترم کجاست. نه خب برات گفتم که نمیفهمم. میبی قربان چم خواهش میکنم این پولا رو بگو و این موضوع رو بسته کن. زانو بزن، زانو بزن احمق. بگو که هولیا کجا. زود شو بگو. گفتم که نمیفهمم. یک گلم پول برات دادم هیچ پیش چشم ده نگرم. ها دلت از با پول مرا فریب بدی و بخری. کلمت بخوان گفتم. تو دیواله شدی احمق. پدرم تو رو از بین خود برد. داودا حال تو رم گفته بودم پدرتم. موضوع دخترم از دختره بفهمی. لطفاً کل چیزا برات میگم درست است. کل چیزا برات میگم اما لطفاً اسلحه تو پس کن. تو که از گپ بزن. میگم کل چیزا برات میگم درست است. اوخ صبر که گفتم میکشمت. همین موتر حرکت میکنه؟ مزرد بخوایم خواهری موتر پر است. چه قسم؟ اما جای خود داره؟ با تو جای نداریم. توبه خدایا توبه. اون موترم خراب است حرکت نمیکنه. اما لطفاً ببینید ما باید به وان برم. باید به موتر خدا برسانم. معذرت میخوایم خواهر، ما هم تحت امر رستیم، نمیتونیم شما رو ببریم. امر چی ها؟ این امر کی براتان داده؟ لطفاً یک چیز بگویید. ده موتر بالا شو. الایم کو گفتم الایم کو دینیز غرضم نگی. تو چی رقم یک انسان استی؟ تو چی رقم پدر استی دینیز؟ وقتی به من دلت نمیسوزه حداقل به طفلت خود دل بسوزن. الیف دی مورد خانه گپ میزنیم. گفتم که بیاد موتر اگه بمرم هم امرای تو نمیرم. با طفلم یک جا به استانبول میرم. هیچ جای رفته نمیتونی. من مرد ببینم کسی را که خانم امرای طفلش در موتر خود ببره. کدام کسی جرأتی کار داره؟ قسمه که دیدی هیچ کسی نیست. چرا که در اینجا چیزی که من میگم همون میشه. فهمیدی خانم الیف؟ حال امرای ما بیا. در موتر بالا شو. بله همه قسم است. یعنی ما را در اینجا زندانی ساختی؟ تو را نه. هر جایی که میخوایی رفته میتونی الیف. اما طفلم امرایت برده نمیتونی. نه طفله برات میتونم نه خودم امرایت میایم. فهمیدی؟ حالا اگه مانی ما شده میتونی پس کوشش کن. الیف ما بیایم قماندان صاحب. تو همینجا باش. داخل به جنرال. جنرال صاحب ما اجازه خواستم برم ندادن. مرا به خاطر رفتن تهدید کردن. باید دینیز پیدا کنم. حتما باید یک راه داشته باشم. از شما خواهش میکنم که همراه ما کمک کنین. پس خودت باید هر چیز زودتر بدون اجازه بری. این دوسیه کاری است. خودت موظف ساختیم تا بری مراکز اردو در سرحدات بررسی کنی. مبارکت باشه. حالا دیگه برو. تشکر جنرال صاحب. ممنون شما هستم. چی میگی چاوش؟ او جایی را که به خود را جور کرده بودیم دوباره بند کردن. مثل ریگ از کار میباره. ما می رقم هم را توافق کرده بودیم. ای قماندان جدید بسیار منظم کار میکنه. تو در مورد سیستم ما برش بگو فهمیدی؟ بیگی گلم بته گلم. او کسی نیست که گپ بفهمه قماندان. خب به زبان خودش که توش گپ میزنیم فهمیدی سیکو. خدایا خداوندا خداوندا کمکم کن. خدای مهربانم کمکم کن. کسایی که همراه ما دشمنی دارن و بدی ما را میخواین تو هدایتشان کن. قلبای کسایی که تاریک است تو با نور ایمانت هدایتشان کن. خدای بزرگ اونا را متوجه اشتباهاتشان بساز. از این کارا دست بردار شوند پروردگارا.
تو اونا را هدایت کن خدایا. تو مانع کارایشان شو خدایا. تو ما را نجات بده خداوندا. و اگر نور ایمانه بر او انسان ها لایق ندیدی و اگر در قلبشان رحم وجود نداره و از انسانیت دور شدن، سر انسان ها ظلم میکنن، پس هر چی زودتر اونا را نیست و نابود بگردان. برشان اجازه نده که به مردم ضرر برسانن. تو مانع کارایشان شو خدایا. تو اونا را ناتوان بساز. از تو کمک میخوایم خدایا. اونا را از بین ببر و نابود بگردان خداوندا. اونا را به جزای اعمالشان برسان. نقشه های شومشان را از بین ببر. تو اونا را ناکام بساز خداوندا. خداوند بزرگ، پروردگارا، تنها تو میتونی که جواب دشمنهای ما را بدی و مانع کارهایشان شوی. تو ما را در پناه خود داشته باش. اونا را به تو میسپارم. اونا را به تو میسپارم خداوندا. تو همه چیز میفهمی، همه چیز میشنوی، همه چیز میبینی خدایا. خداوندا مرا از این وضعیت نجات بده که و تو سجده کده نمیتونم. ای چی رسوایی است؟ محترم، ما به خاطر زندانی تحت امر هستیم. ای امر کی داده مدیر؟ قدرت کارای. قدرت کارای. از تقاعد قدرت کارای چندین ماه مگذره مدیر. او حال دیگه یک باشنده عادی است. و هم کدام امر مسئول با صلاحیت میتونه یک انسان گشنه و تشنه زندانی کنه؟ بیاین آهسته. آقا ابراهیم، شما خوب هستین؟ جنرال صاحب، از خدایی که مرا نجات داد شکرگزار هستم. ایلیف هوا سرد است، طفل مریض میشن. کاش از اول متوجه میشدی و این کارا را نمیکنی. ما هر کاری که کردیم به خاطر خود ما کردیم. میخواستم مثل یک فامیل شویم تا ازتان محافظت کنم. تو بیاد یک فامیل داری. ما غیر از تو و بچیم دیگه کسی را ندارم. ایلیف داری. تو خانمم داری و طفلم داری. سنم حامله است. صبر کو بیادر، صبر کو تو. ایلیف بیبی او دروغ میگه، چتیات میگه. ما با گوشای خودم شنیدم دنیز تو حسنم صاحب یک طفل خود شدی. برو از طفلت محافظت کن. ایلیف سرتا پایین کن. ابراهیم ابا ما بتی پشت سر برو، زود باش. متوجه باش. سنم، این موضوع وان از کجا شد؟ پدرت خبر داره؟ خبر داره. حتی خودش گفت که برو امرای واشتیکا. در ضمن 1 الی 2 هفته میخوایم که در اونجا باشم و میخوایم که با شوهرم یک چند وقت تنها باشم. تو دوان او هم 1 یا 2 هفته؟ چرا چی شده؟ اونجا بودن نمیتونم. ای خو کدام چیزی را پنهان میکنم اما معلوم خواهد شد.
هم دیگر خواد دیدیم خانم سانم، خواد دیدیم. بس از دیگه دینیز پشت ما را الا کو. نمیتونم ایلیف، اگه بمرم هم تو را تنها مانده نمیتونم. چرا نمیفهمی؟ این قماندان بسیار یک آدم بد است. با وجودی که خانم داشته بازم با کسی دیگه عروسی کرده. تو چی میگی؟ راست میگی؟ خانمش هم قسم گفت. یعنی از همین خاطر ها؟ چی؟ از فهم تو بالا قصش نباش. او بیقل تو چی کردی؟ تمام ایوانا رو از بین بردی؟ بیادر به خدا ما خبر نداشتیم که در اون طرف من فرش شده. او لودا او چاوش با شما خبر نمیته؟ ما برش گفتم بیادر که خوب صحیح متوجه قماندان باشه. یعنی که اونا نفهمیدن. یک بار باید ما برشان بگویم. رفیقا جمع شوین، میریم اسلحه‌تون رو بگیرین. زود باشین. لطفاً اقامیشو برام را بدین. چی میکنین جانم؟ اینجا جای دو نفر است. به خاطر راحتیم دو چپ گیره گرفتیم. حالا دیگه حرکت کو. اوی نجات پیدا کردم. تو همینجا بود خانم سانم. اگه چیغ بزنی همینجا تو را از بین میبرم. باز موتر پایین شو. الیف هم زنگ نزد، یعنی اونجا رسیده باشه؟ شاید هم مشتی کده باشن. نه خیر، آشتیه چی جانم؟ بعد از فهمیدن این که سنم حامل است تو فکر میکنی که اون آشتی خود کردن؟ خانم رنا نترسین. سهیلا بیرون برای نو چادر پوشا. سهیلا اینا کی هستن؟ شما باید از اینجا برین. شما را در اینجا راحت نمیمونه. سهیلا اینا از ما چی میخواین؟ نمیفهمم چه باش، نباید بفهمن که ما اینجا هستیم. از اینجا برین. باشه. از اینجا برین. خانم لانا نترسین. درست آرام باشین. پلیز. اینا چی میخواین؟ هیچ نمیفهمم. خانم لانا آرام باشین. الیف بیبی، من فردا در اینجا خانه میپالم. اگه اینجا پیدا نشد باز در شهر میریم. به نظر من تو به ناحق کوشش میکنی دینیز. لوازم هم از وان میگیریم. حالا دیگه بسیار دیر شده. الیف یک بار خو گوش کو چی میگم. در اینجا پرسیدم
گفتن چادر پوشارم در دانشگاه میمانن. تو هم درسای تا اینجا ادامه بده. حالا دیگه تمام شد. تمام شد. فیلیپ سر صدا نکن، سرت پایین بگیر. فیلیپ از ابراهیم محافظت کن. اینجا چی گپ است؟ ای چی هست دیگه؟ متوجه حرکاتت باش. گروه قاچاقبرا ارتباطشان تا سرحد خراب شده. اونا هم این کار کردن. هیچی من نمیتن. اینا چطور میتونن به خاطر پول جان کسی را بگیرن؟ اونا این کار میکنن. این تنها یک اخطار بود. اگه اونا میخواستن حال کل ما را از بین میبردن. حالا زود شو چاقو باز در پایین بزن. خدا رو شکر که همونجا به خاطر پایین افتادم. اولیا کجاست برم بگو. گپ بزن احمق. اولیا کجاست لودا؟ تو دخترت پیش من روان نکده بودی. اون پول خدا گرفت رفت. بایی دروغای خود نمیتونی مرا فریب بدی. دخترم در قرارگاه شما آمده و پس نبر آمده. او کجاست برم بگو کجاست. باور کن که گناه دارم. با یک خانه معامله کسی قسم میکنه برم بگو. وای رفیق ای خو گناه و ثوابم میفهمی که ثواب اصلی چی است؟ از بین بردن تو احمق. زود شو برم بگو هولیا کجاست. باور کن به خانه ما پلیس آمدن. اگه میخواستم نامتو رو میدادم اما ندادم. باور کن میخواستم بگویم که من تردید میکنم ولی کده پس بگو که دخترم کجاست احمق. دخترم کجاست میفهمی؟ او کجاست؟ بکشمت. نجاست. تو چی میگی احمق؟ در مورد کدام چا گپ میزنی؟ یک حادثه شد واواز بایجا. تو دخترم کشتی احمق. او را از بین بردی؟ یک گپه شده بود. مجبور شدم اما نمیخواست که بقسم شوم. اونه من جهل داختم. اولیا شما چی میکنین؟ دیوانه شدین؟ کمانده بود که از بین بریم. پیام ما به قماندان رسید. شما از ما چی میخواستین ها؟ چاوش برات گفتیم از وضعیت برای ما بگو. از خاطر تو تمام مالای ما از بین رفت. درست است کم آهسته حرکت کنین. ما این مسئله را حل میکنم اما از یک طریق دیگه. ها آفرین بسیار خوب آفرین ادامه بده. خانمش همراه طفلش اینجا هستن. کار نیست که به خاطر اونا انجام نده. تشویش نکن الیف. ما بسیار زودی وضعیت درست میسازم. فردا از اینجا میریم فهمیدی؟ ما فردا به استانبول برمیگردم. قسمی که امروز رفتن نتونستی فردا هم نمیتونی الیف. تو دیوانه شدی دینیز؟ به نظر من بهتر است تو هم از اینجا بری اگه از اینکه بدون تو باشون پامورم بهتر است. تنها مرگ میتونه ما را از هم جدا بسازه. هیچ چیز دیگه نی. را برو احمق را برو. حرکت کن ما تو را از بین نبرم. دختر بیچاره منو به چاه انداختی. او را کشتی. زنده نمیمونمت. را برو بریم. ما تو را میکشم دختر. لعنتی بریم گفتم. بریم تو را هم در چاه اندازم. باز بین بردن من چی با دست میری؟ تو هم زندانی خود شدی. اینجا پاک پیک خود نگاه کن چپ باش. صبر کن
لطفاً به طفلم رحم کن. حالا برات خواهد گفتم که طفل چی است. بره. خدا لعنتت کنه. تو هم به اندازه من گناهکار هستی. تو هم دستگیری خال کردن فهمیدی دستگیر. کجا میری نرو؟ لطفاً صبر کن برام نجات بده. در مورد مرگ او تنها ما خبر داریم. اگه میخوای چپ میباشم. اگه تو میخوای که گفت پنهان کنه اینجا رو بسر کسی دیگه بندازه. سر کی مندازی؟ سر ایلی. سر ایلی. ای خدا، ای خدا. گوش کن. همی که ما از اینجا برآمدیم زود و خانه وادار برفتن کن. با قماندان چه خود گفتی؟ تو کار که گفتم انجامت سر ما به درد نیار. قماندان وقت نخواد داشت که از ما بپرسه عزیزه دلم. بسیار ببخشین دیر کردم. استغفرالله قماندان صاحب. بفرما که بریم. بچه خاله جان چقدر حال دادن؟ آنها برآمدن. قماندان صاحب باز در حسرت خانم خود خواهد ماند. آها اون ببینشان. الیف به شما امانت است. اگه او میخواست جای بره لطفاً به من خبر بده. بچشم قماندان صاحب. این کار حل شد دیگه. با دوستا خبر بده که آماده باشه. طفل خوابید؟ شب بسیار نرامی میکرد. حالا چند دقیقه شد که خوابیدن. مقبوله که هنوز بسیار خورده است. ایچ تو صدای مرمی را و هوای سرد تحمل خواهد کرد خواهر جان. به نظر من تو دوباره برگرد. اینجا جای مناسب به طفلت نیست. به نظر ما باید برگردم. در استانبول مادرم مریض است. حتی با او خبرم داده نتونستم. پس منتظر چی هستی؟ برو دیگه. نه من برات کمک میکنم. راست میگی. اما دینیز از شما حساب خود پرسید. تو نترس، من همراهت کمک میکنم. خداوند از شما راضی باشه. اولیایم، دخترم، حقت برام ببخش. تمام اینا از خاطر من شده. اولیایم، دخترم، حقت برام ببخش. دخترم. دخترم برا ببخش.
دخترم، برا بباش دخترم. آرام باش بچیم. درست از جان مادر. حالا به خانه خود میریم. چوب باش. کم مانده جانم. دخترم کجا میری؟ بیا که برسانم. نه خیر، ما راستش ما باوان میرم. درست است، ما مو طرف میرم. بیا که ترم برسانم دختر. بیبی از اینجا دیگه موتر تیر نمیشه. همراه طفل در اینجا استاد نشو. بیا خواهر جان، بیا که برسانیمت. در موتر ما به شما هم جای است. اما شما به زحمت خواهش میکنم خواهر جان. زحمت چی؟ حالا سوار شو که تفلک خنک نخوره. بیا که بریم دخترم، زود شو دیگه. تو چقدر یک طفل شیرین هستی. دستاشو ببین چقدر نرم است. بسیار شیرین است. بله درست است، درست است. خدا لعنتت کنه. گوش کو چی میگم. کم پیشتر محل تلاشی پلیس. زود باش دور بخور. چی گپ است؟ شما چرا این طرف دم خوردین؟ ما هم اینجا پایین میشم. موتر استارت کنین. گفتم موتر استارت کنین. نه پایین میشم. نکاش تو جای رفته نمیتونی. لطفاً مرا ایلا کنین. پیش ما پولم نیست. دیگه چوب بساز. دهنت بسته کو. تو باید همراه ما بری. اگه شوهر دوست داره از پشتت میآید. اگه داخل می آمدن حتما ما را از بین می بردن. یه حالت بیبی هرچی که پاک میکنه به هیچ خلاص نمیشه. همه جای شیشه گرفته. سهیلا باید پیش پلیس بریم. اونا رسما بالای خانه ما حمله کردن. پلیس چی فلیس؟ اگه اونجا بریم چی خواهد شد؟ خود ما رو مرجع فکر خواهد کردن به خاطر که چادر داریم. ایام درسته. اسلام دین ماست. ما تروریست نیستیم. اسلام دین ماست. ما تروریست نیستیم. اسلام دین ماست. ما تروریست نیستیم. اسلام دین ماست. ما از انجمن اومدن. اسلام دین ماست. ما تروریست نیستیم. اسلام دین ماست. ما تروریست نیستیم. اسلام دین ماست. ما تروریست نیستیم. اسلام زنده باد. 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 بشنوین دوستا، میفهمین این حرفی که در اینجا نوشته شده نشانه چی است؟ یعنی تروریست. یعنی که در این خانه دخترای چادردار زندگی میکنن. این برای ما واضح نشان میده. از شما میپرسم ما در کدام قرن زندگی میکنیم؟ با افشا ساختن انسان های معصوم، با هدف قرار دادن این انسان ها خانه هایش را نشانی کردن. اگر شما باشین چی میکنه؟ این کارشان به نظر من هیچ خوب نیست. اینا به وجدان هستن. با انجام دادن این کار اختلافی میکنن. دوستا کدام وجدان اجازه میده که بالا انسان های معصوم حمله صورت بگیره؟ جواب تمامی گپ ها معلوم است.
البته که بیدین ها این کار میکنن. من همیشه ایره میگم خواهرها و برادرای، شما یا خوب هستین یا بد. میخوایم که واضح براتون بگویم، یا بیدین هستین یا دیندار. اما هیچ کسی را فراموش نکنه که چادر یک روز به همگی موت خواهد شد. شما میتونین به مشهورترین شرکت ها فرمایشتان بتین، چرا که بعد از ایده کشور ما همه چیز خود ما تعیین خواد کردیم دوستا. ما تعیین میکنیم فیلیس. ما فکر کردیم تو یک آدم خوب هستی، از او خاطر آمدیم، اما هیچ چیز نفهمیدم. به خاطر تعیین مود، به خاطر تعیین همه چیز چادر داشتن شرط بوده میتونه؟ نگوین که نگفته بودی. یادم امرای عقیده ما بازی میکنه. ما دین خدا از شما نمیاموزیم. چادرای شما مهمترین موضوع ماست خواهرای. حتما یک نفر پیدا میشه که شما را درک خواهد کرد. شما در قصه اونا نشین. به هر صورت خواهرای ما بیشتر از این خسته نمیسازم. به خاطر کمک همگیتان بسیار زیاد تشکر. دوستای، اگر کدام مشکل داشتین شما میتونین که به راحتی به انجمن ما بیاین. دروازه ما میشه برای شما باز است. روز خوش. دینیز ما را نجات بده. قماندان، حالا خوب باور کردی که ما دروغ نمیگم، اما تو نیست. خانم و طفلت پیش ما است. اگه موضوع سرحد حل نکنی دیگه نمیتونی هیچ کدامش ببینی. هوش کنی که کدام کار اشتباهی انجام ندی. هر دویش از بین خود بردم. مثل که قماندان تو را زیاد دوست داره. انشالله که دوستت داره. اگر نه هیچ کدامتان از اینجا زنده بیرون شده نمیتونید. ما براتون گفته بودم که جای نباید بره. چرا ماندین که از اینجا بره ها؟ ما خبر نداشتیم. خانمم دیگه چی میکرد قماندان صاحب؟ وضع پخته میکرد دور رفته. فرار کرده. ما حسابی کار ازش میپرسم. از این کار خود پشیمان خواهد شدی ایلیف. متوجهشون باش. ما چند دقیقه بعد میایم. حالا کسی نیست میتونی به طفلت شیر بدی. حتما گوش نشده. لطفا ما را ایلا کنید. اجازه بدین که ما از اینجا بریم. لطفا از شما به هیچ کسی چیزی نمیگم. خواهش میکنم. تو هم یک خانم هستی، میتونی بهتر مرا درک کنی. من هیچ گناهی ندارم. بیبی من هیچ گناهی ندارم. طفل ما بسیار خورده است. لطفا برای ما اجازه بدین که از اینجا لیلای کو گفتم شوهرت که مالای ما را پس داد. بیا زود تو را رها میکنیم. کمی صبر داشته باش دختر.